اگه میخوای یه ژیله اسپورت خوشگل یاد بگیری امشب این پست رو ببین. سلام بچه‌ها، با آموزش این مدل ژیله برای روی لباس در خدمت شما هستم. یقه 7، آستینش یه مقدار افتاده است، کمربند خورده، جلو تا پشت 5 سانت بلندتره. قد دلخواه رو بچه‌ها میگیریم. این الگوی من رگالی بدون پنس، شما هم بدون پنس باید باشه. 1.5 سانت از نوک سرشونه میریم بالا، از اینجا نوک سرشونه 1.5 میریم بالا، میاریم به نوک سرشونه وصل میکنیم. ادامهشو از اینجا ادامهشو 25 تا 30 سانت میریم پایین. چقدر دوست دارین آستینتون افتاده باشه. از اینجا 25 تا 30 سانت اومدیم پایین. این قسمت رو باید صاف گودی کمر نباید داشته باشیم. صاف میاریم، از زیر بغل میایم به باستن بزرگ وصل میکنیم. از این قسمت 3 تا 5 سانت چقدر دوست دارین لباستون گشاد باشه میایم بیرون. من 5 اومدم، لبه لباسم هم 5 میام، این دوتا به هم وصل میشه. بچه از این قسمت 5 تا 10 سانت چقدر دوست دارین گشاد باشه. من مثلا اگه بگیرم الان 5 سانت اینجاست، 2 سانت خط میکشم میام بیرون. این گونیا شده، نگاه کنین. میاد به این وصل میشه. بودن اینقدر 2 سانت کمتر، وگرنه اینجا جور در نمیاد. اینجا قرار گرفت، اینجا رو یه مقدار هلالش کنید. پس این دلخواهه. از اینجا 5 تا 10 سانت، بعضیا لش دوست دارم میام پایین‌تر، بعضیا کیپ‌تر دوست دارم میرم بالاتر. 5 تا 10 سانت از اینجا اومدم پایین، 1 تا 2 سانت میریم اینور، گونیا شده میاریم به این وصل میکنیم، یه هلال کوچیک بهش میدیم که موقع دوخت دچار مشکل نشیم. اینو بچه‌ها میگیریم کپی میکنیم برای پشتمون، بهتون نشون میدم. بچه‌ها کاغذ رو گذاشتیم، این الگو رو میاریم دقیقاً روش لب به لب قرار میدیم. یه سنگ بزنیم روش، دور تا دورش رولت میشه. میتونید دورش رو ببرین و خط بکشین. بچه اینجا رو نگاه کنید. اینجا باید یه خط صاف بکشیم. نگاه کنید اینجا یه خط صاف میکشیم. 2 تا 3 سانت میایم پایین و هلالش میکنیم، این میشه یقه پشتمون. الان من اینم رولت میکشم که اونجا بمونه. خب حالا اینو در میاریم، دور تا دور که رولت شده همه رو خط میکشم. بچه نگاه کنین، پشت رو بریدم، آماده است. جلو هم آماده است. یقه 7 باید بکنم. بازی یقه طرف رو میایم پایین هر چقدر میخواد. مثلا من الان میگیرم 8، میارم به گوشه گردن وصلش میکنم به صورت هلال. دوست داشتیم میتونی 1 سانت بیاین داخل و هلالش کنیم، بازتر میشه. اینجا هم حتما باید همون 1 سانت رو بیاین داخل و گشاد. دوست دارین اینجا رو گشاد کنین، دوست دارین صاف بیارین به همینجا وصل بشه. بچه دخترم گفت 12 بگیرم بازی یقه‌شو، اومدم از اینجا 12 سانت پایین میارم به این 1 سانت 2 سانتی که گوشه گردن باز کردم وصل میکنم. یه لقه 1 سانتی حدودی اینجا 1 سانت در قد 7-8 سانت اینو میچسبونم که یقم پف نکنه. یه سمتش رو قیچی میکنم، اینو میگیریم میاریم روش میچسبونیم و دورش رو حالا قیچی ترمیم میکنیم. یقه رو یه ذره کج میشه. اینجا رو صاف قیچی میکنیم، نگاه کنید اینجوری ترمیمش میکنیم و دور تا دور یقه قیچی میشه. این پشته، اینم جلوی کارمونه. حالا میریم برای برش. بچه‌ها جلو رو دلای بسته گذاشتیم، پشت رو دلای باز گذاشتیم. یقه 1 سانت، سرشونه 1 سانت، اینجا هم 1 سانت، پهلوها 2 تا 3 سانت جا میذاریم، لبرم 3 سانت. اینجا 1 سانت، اینجا 1 سانت، اینجا 1 سانت، پهلو 2 تا 3 سانت جا میذاریم. یادتونه بچه‌ها قسمت پشت 5 سانت بلندتر بود. من 5 سانت به اضافه 2 سانت هم جا دوخت 7 سانت میام پایین و علامت میزنم. میخوام پشت 5 سانت بلندتر از جلو باشه. حالا اینو قیچی میکنیم. بچه‌ها برش زدیم کامل. حالا میخوایم سجاف در بیاریم. نگاه کن دیگه این الگو رو من نیاز ندارم. از این قسمت 4 تا 6 سانت میریم داخل، از اینجا 4 تا 6 سانت میایم داخل و اینو قیچی میکنیم، میشه سجاف ما به همین راحتی. پشتم دقیقاً همینه.
از اینجا 4 تا 6 سانت، از اینجا هم همینطور. اینم قیچی میکنیم میشه سجاف ما. هر دوتا رو میبرم رو دلای بسته، چون یقم بازه و سر تو میره هر دوتا رو دلای بسته میذارم. اینم دلای بسته گذاشتیم بچه‌ها. پشت درز پشت رو میدوزیم و سجاف رو میذاریم. اینم که دلای بسته خودش بود، اینم باید حتما این کارو میکردیم که دلای بسته میبریم لای میذاریم و میدوزیم. بچه این درز پشت کامل دوختم، چون گفتم یقم بازه و سرم تو میره، نیاز به باز بودن پشت نیست. اینو سردوز زدم، سجافمو میارم روش میذارم، دور تا دورش رو سنجاق میکنیم و میدوزیم. بچه این قسمت یقه هفتمونه نگاه کنید، این خیلی مهمه. اکثرا میگین یقمون پف میکنه. اولا که اون لقی که تو الگو گفتم باید حتما بگیرین. دومش نگاه کنید اینو لای زدیم میاریم دقیقاً روش، اصلا نگاه نمیکنم زیره نباید اصلا مشخص باشه. اینو میذاریم دور تا دورش رو سنجاق میکنیم بدون اینکه به زور بکشیم بیاریم به لبه وصل کنیم. دور تا دور رو سنجاق میکنم بهتون نشون میدم. بچه نگاه کنید دور تا دور رو بدون اینکه بلند کنیم. سوزن رو نگاه کنید همینجوری بدون اینکه بلند کنیم باید بزنیم. خب میکنم این ورش میکنم. نگاه کنید سجافم اضافه داره، سجاف رو قیچی میکنم ولی هیچ موقع تنه رو قیچی نمیکنم. دور تا دور این سجاف هر چقدر اضافه است قیچی میشه. دقیقاً اضافات قیچی میشه. یه نکته مهم دیگه، موقع دوخت شما حتما باید دور تا دور یقه رو خط بکشیم بعد بدوزید. نگاه کنید بچه‌ها دورش رو خط کشیدم، دقیقاً اینجا رو خیلی ردیف و عالی خط بکشین که دقیقاً رو این قسمت مرکزش باشه. نگاه کنید خط بکشین دقیقاً وقتی چرخ می‌کنید سوزن و اینجا داخل فرو کنید، بلند کنید برگردین که یقتون کج نشه. شروع می‌کنیم به یقمون رو چرخ کردن. دور یقه رو وقتی می‌دوزین سایز دوخت رو ریز کنید بچه‌ها. به خصوص این قسمت که کنجه. چیز یقمون به خاطر اینکه در نره میاریم رو سایز 1.5. میایم دقیق نگاه کنید اینجا سوزن داخل، پایه بلند. حالا این سمت رو میدوزیم، یه خورده بالاتر که اومدیم سایز رو بزرگترش میکنیم. بچه ها برای یقه هفت فقط اینجا رو دقیقاً تا کنج جایی که دوخت داره چرت میزنیم. اگه چرتتون کم باشه یقه کیس میخوره، دقیقاً تا کنار دوخت چرت میخوره. بچه ها یقه هفت رو نگاه کنیم، قطو کردیم اصلا هیچ کیسی نداره. حالا میگیریم میبریم روی پشت میذاریم. این پشتمونه، سجاف رو سنجاق کردیم، یقه جلومونم آماده است. روی رو قرار میگیره، دو تا رو میان رو هم، قسمت سرشونه این سنجاق رو میگیرم، این میاد دقیقاً اینجا. نگاه کنین 1 سانت دوخت گذاشته بودیم میذاریم این ورتر، دقیقاً 1 سانت رو سنجاق میکنیم سرشونه رو هم. بعد سجاف برمیگرده میاد روش و اینجا سنجاق میشه. این سمت هم همین کارو کردیم، سرشونه رو از این قسمت شروع میکنیم به دوخت، میایم هلال یقه رو میدوزیم، اینجا رو میدوزیم، دو تا پهلو رو میدوزیم، لبه کار رو میدوزیم، لبه آستین رو میدوزیم، بهتون نشون میدم. بچه‌ها نگاه کنین سراستین اینجا رو یه تیکه رو زیر بغل رو باز میکنیم، دور سراستین رو میدوزیم، جفت میکنیم، اینجا رو میدوزیم. دخترم می‌خواست یه مقدار تنگ‌تر باشه داخل رفتیم. نگاه کنین لبرم، این لبر رو اینجا چاکش بازه، این لبر رو دوختیم، این لبر رو دوختیم، حالا اینجا رو میدوزیم، همینجا بس میزنیم تموم میشه. بچه‌ها برای پل دوختن جای کمربند نگاه کنین، یه نوار رو ریب میدوزیم، آماده میکنیم، علامت میزنیم رو تن طرف، یه طرفو نگاه اینجا رو دوختم، حالا این برمیگرده میاد اینجا بعد تا بشه. اینجوری تا میشه دقیقاً سر جای خودش. اینو میدیم کنار و اینم میبریم زیر چرخ و اینجا رو بست میزنیم. نگاه کنید اینم شده پل کمر. اینجا رو میتونید اینجا و اینجا رو یه بست بزنین از رو تا بمونه. بچه این شده لباس نهایی ما، آستینش افتاده است، کمرش رو پل زدم که توی هایلایت میتونیم ببینید، تو نکات دوختی کمربندش هم دوختم بهش وصل کردم. خیلی قشنگه، به خصوص برای کسایی که مهمون یا لباس تنگ تو تنشون راحت میتونن روش بپوشن، حتی برای دختر خانم‌ها برای بیرونم خیلی قشنگه. لایک و کامنت یادتون نره. مرسی از حمایت.